دستگاهمون برای اندریفت دستگاه یوفوتون ایتالیاست. چرا میگیم ایتالیا؟ چون دستگاه مشابه زیادی هست که به اسم کشورهای اروپایی و بیشتر برندهای چینی هستن که ضریب ایمنی پایینی دارن و باعث عوارض بشن. دستگاه ما یوفوتونه. این دستگاه فیبرش یک بار مصرفه و مورد تایید وزارت بهداشت ایران هست. یادتون باشه که این فیبر متعلق به شماست. وقتی که رفتید پیش هر پزشکی بعد اتمام کار این فیبر رو باید به خودتون تحویل بدید تا پیش خودتون باشه. حالا ممکنه که خود این فیبر یک بار مصرفه ولی برای خود فرد بعد از ضد عفونی کردن میشه حالا برای ترمیم های ثانویه ازش استفاده کرد. خواستم بدونید که این فیبر برای این دستگاه هاست و این دستگاه هم دستگاه ایتالیاست. کیفیت کار این دستگاه همه دستگاه های موجود در دنیا بهتره و این دستگاه در اروپا، آمریکا، آلمان، انگلستان، دبی، ترکیه، ایران همه جا موجود هستش و خوشبختانه بیشترین کیس هایی که الان تو دنیا کار میشه تو ایران هستش و بیشترین مصرف این دستگاه تو ایران هست. اخیراً تازه به کره و هندوستان هم این دستگاه ها پیدا کرده ولی فاصلهشون با ما خیلی زیاده. ما مدت زیادی رو داریم باشون کار میکنیم و خود من حداقل بالای 7000 کیس با این دستگاه کار کردم و نتایج کار دستگاه خیلی خوبه و هیچ مشکلی تا حالا با این دستگاه نداشتیم. اندریفت دستگاهیه که ما با فیبر نوری وارد زیر پوست میشیم و ما بین لایه های پوست لیزر رو تخلیه میکنیم. این لیزر باعث تحریک کلاژن سازی و باز شدن زخم ها و بافت های فیبروتیک زیر پوست میشه و باعث میشه که یک بافت جدیدی تو اینجا به علت التهاب و حرارت که اونجا هست ایجاد بشه. چون کلا صورت بیمار بی‌حس میشه، هنگام کار هیچ دردی رو احساس نمی‌کنه، خیلی راحتن. بعد کار ممکنه ما به مدت 1 ماه تا 2 ماه بیمار احساس گزگز و بی‌حسی تو صورتش باشه ولی تو حرکاتش مشکلی نداره، ولی احساس میکنه زیر پوستش یه چیزی داره گزگز میکنه که اون طبیعیه به علت اون بازسازی پوست هستش. و دستگاه میتونه بر اساس اون تجربه اون کاربر، اون دکتری که باش کار میکنه، کاربردهای زیادی داشته باشه. میتونیم ما برای کوچیک کردن صورت، برای لیفت کردن صورت، برای سیف کردن صورت یه برنامه خاص خودش داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حتما این دستگاه به تنهایی نمیتونه همه کارها رو انجام بده، باید در ترکیب با دستگاه‌های مختلف باشه که خوشبختانه ما تو مرکزمون بیشتر اینا رو داریم و میتونیم در صورت نیاز از اونها استفاده کنیم تا نتایجمون خیلی بهتر بشه. این دستگاه رو روی سطح پوست خیلی تنها است، نتایج واضحی رو نمیتونه بده. حتما باید از لیزرهای دیگه استفاده بشه. لیزرهایی که جدیدن اومدن بهتر از لیزرهای نسل قدیمه. مثلا ما CO2 حالا بد نیست ولی جزء انتخاب‌های اولمون نیست. از لیزرهای جدید میتونید از لیزر فرکس استفاده کنید، از لیزر اربیوم گلاس استفاده کنید و حتما یا از RF فرکشنال هم میتونید استفاده کنید تا نتایج کارتون رو بهتر بکنید و این باعث میشه که اون نتیجه‌ای که میگیرید ماندگار بشه. یک نکته‌ای که در مورد کار با اندریفت هست اینه که در ترکیب با همه دستگاه‌ها نتایج خاص خودش میده و این با تجربه پزشک هستش که باید بدونه که کدوم کار برای اون فرد با کدوم دستگاه بهتر نتیجه میده و اینا رو با هم انجام بده تا نتایج به صورت هم‌افزایی باشه و ماندگاری داشته باشه. ماندگاری دستگاه بسته به نوع شرایط سن بیمار، سن پوست بیمار ما بین 2 تا 5 سال هستش. افراد که سنشون بالاست کمتر، افراد که سنشون پایینه بیشتر. یه نکته دیگه هم بگم، اندریفت افراد خیلی جوان تاثیر زیادی نداره، بدون تاثیر نیست، ولی پوستی که جوان هست دیگه جوانسازی بهش نمیسازه، به دردش نمیخوره. به خاطر همینه که ما میگیم که افراد که خیلی سنشون پایینه اندریفت رو تو سن پایین انجام ندن، مگر اینکه استیل کرده باشن، مگر اینکه لاغر شده باشن ناگهان.
و الا اون کسایی که برای ساده برای جوانسازی میان اندوریف، من 32 سالمه، نتیجه خوبی از این دستگاه نمیتونم بگیرم چون بهترین زمان کلاژن سازی پوستشون رو دارن. پس این گزینه خوبی برای افرادی که با سن پایین هستش نیستن. بهترین سن از نظر من 38 سالگی تا 55 سالگیه. بالاتر از اون میشه ولی حتما با در ترکیب با دستگاه دیگه و حتما با استفاده از سلول‌های بنیادی که کلاژن سازی رو تحریک میکنه.